از هر گوشه موضع گلدره باد گلبز بهاری به مشامها بوی عطرآگین گل را میرساند و بلبل نغمه پرداز سرود نوروزی را در شاخ گل زمزمه میکرد. باز از کوهسار سرود آبشار و صفای چشمسار به گوش می رسید. این صدای ریز ریز گنج نوروزی به مردم این دیار مژده از روز نو می رساند. ساکنان ناحیه درواز چند روز قبل از تجلیل عید همانا که صبح دمید مردم خانه ها را از گرد و غبار تازه نموده به این وسیله سیاهی را بیرون کرده به منزل یا خانه سفیدی وارد می نمایند. این عنعنه نوروزی دودرو نام دارد. در 3 روز نوروز میکردیم و خونه رو عمر تازه میکردن و نمو کلپشی و زفتا کنی و خونه را برو خیلی نحسیب تحصیل بخیز و خونه از غزی و غزیره بپراره. بچه جو در نوروزها که ما میگذروندیم راستی خدا پیش از همه گویا که 1 هفته 2 هفته بگوییم خونه در تازه میکردیم. همه را میشستیم میرفتیم تازه میکردیم چیزایش که سپاره را همه را میرفتیم میشپیم برای که نوروز همش باید نو باشه. همین کاسه و پاسهش کستگی رسیدیم میرفتیم دور میشه پیش و خونه که نباشه در خونه جاگهش کستگی بچه اینم تری بچه همین ماهی مرد که میدرم و دیگه همه لحلی چنی پنی که اشکستگی بون پیم مرا میپرتافتیم خونه را تازه میکردیم همه را ساد میکردیم برای فرزندامو یگو آخی آبادی پرخانه براله باری یگو اک لباسی نو اک سالمای نو کفته همه فرزندا را لباسی نو میکردیم خدمو دیگر مرا تازه میکردیم چی میکردیم او پیشتک در تای پامو پرخال میداختیم در تای نمدا پرخال مخال بدر میکردیم افسری علاو میداییم برای همین گویا که چی بگویم نه انا بهار پدرو من چه زنده کردم من نوروز دنیا وخشی خرسندی خدا جو پیشوازش میگیری که همه فیض برکت خدا جو بریز اونم نحسیب تحصیل بخیز اونم دیگر دنیا را خدا سری پری کنه تازگی نوروز برای پیشوازگیری همه یعنی مثال خرسندن همه گندشکانی خرسندن آدمانی و همه چیزی که هست برای که زنده کردم دنیا همه طبیعت چاپیگه کردم همین طریق مردم تا شام دستجمانه با هم چیزهای خانه از قبیل کورپای پلاس را تکانیده کاسه و طبقها را میشویند حولی و در خانه ها را رفته سفید میکنند. بعد از پاک کردن شامگاهان به خانه سفیدی وارد میکنند که این مراسم آرد تقسیم کنین وان دارد و با همین آیین نوروز را استقبال میگیرند. نوروز خوش است و روز نوروز خوش است نوروز بهار عالم افروز خوش است اندر بری جویبار با ققره کبک مستی به کنار یار دلسوز خوش است. نوروز مبارک. مبارک هر روزتان نوروز باشه بچه جان. رحمت. از قدیم الایام مردم درواز نوروز رو جشن میگرفتن همچون عید جشن اجدادی. جشن نوروز خاراکتر دینی و مذهبی نداشت ندارد هیچگاه. فقط فصلی زنده شوی طبیعت بیدار شوی زمین است که مردم به کشت کار شروع میکنند و این روز را مردم بسیار پزمان بودند انتظاری میکشیدند
در این روز در عرفه این روز خونه ها رو ترمیم میکردن، سفید میکردن، حولی و جویبار و یای رو میروختن، تازه میکردن تا حتی در خونه ها بعد سفید کردن گرد ارد در دیوارها ارد میپوشیدن، مثل ستاره روشنایی میکرد. این رمزی که در خاندان دائما نان و نمک باشد. مثال در نمی خونه من چند دختر دارم در توی کرگی، خوار دارم مرکمو، همه خوجایینمو و همینا را در طبق آرد، یک خواب نمیرسی یا دو خواب. همینا را در طبق آورد و رمز روغه یا مسکه دروش تخم بگی به بعد در خونه خوار دختر برسو. همینا را میبری باز پگایی و خوار دختر باز دستار خوب بر خونه تمیه. باید گفت که این مراسم سالهاست که در این منطقه رایج است. روایت است که بغض و کینه‌ای که میان زنان جای داشت در این روز فراموش می شود. در این روز گویا توسط زن میانه رو به همدیگر آرد میفرستند، یکدیگر را میبخشند. از جانب دیگر این مراسم مناسبت خویش و تباری، پیوندی، همسایگری و یار و دوستی را نیز به هم قوی تر می سازد. انا بچه جو ویگای نوروز میشی همه دختری ممی دهه آرد میبورن بای پیر مرادارا بچه جو آرد میبورن، آرد میگرفتن در طبق ها، در بالای طبق یک تخمه میگرفتند، پیر مرادو بای خوار دخترها را میبردن. خوار دخترها آرد میگرفتن. این چی نشانه داشت؟ نشانه که خداوند امی سال تا سال دیگر امی خونندت خرسندی باشه. و نشانه سفیدی آرد چیزی سفیدی گویا که نشانه دائم تینجی و تنصیحتی و خانه آباد در خاندان همه باشه. اما بچه جو دیگه پگایی میخستیم، اگه خونه حمید گفته نو میکریم، کلچه میکریم، خونه پدرمون میرفتیم نوروزی گیری که بریم حقمون بگیریم. اما بچه جو میرفتیم یکو سخت میکرد چه تپکی گفت خرسندی که میگفتیم میماییم. بچه ها میرفتن در پشته یکو گل میآورن تبریک میکردن، مانی تخمشو میداییم خرسندی میکردیم بچه جو. اما دیگه سری دوغدی خیبار همه پیری جو گلک همه دوغدی خیبار. انا بچه جو بعدیو خوار دختر گفته به همه پیر مراد خونه بابر بچه جو باز نو میگیری و کلچه میگیری و آرزق میگیری و تخم میگیری و مثال پدر پیر یک کرتش میگیری، یک جوره بش میگیری، یک نیمالکش میگیری که زروندنی میره. ارد سفید رمز بخت و اقبال سفید، سری و پوری و برکت است. با این به یکدیگر آرزو میکنند که تا نوروز دیگر در خاندان آنها برکت، سری و پوری و صلح و امانی حکم فرما باشد. اهل هر خاندان در کوسه و للی به همسایه ها یار و دوستان آرد میفرستند و بر ضمن این آنها را با فرارسی نوروز شاد باش میگویند. صاحب خانه هنگام قبول کردن آرد به جوان دختران هدیه میدهد. آرد که بچه جو آرد امی مثال 6 خوار که میبی و امو 6 کس هم آقابتت که در طبق یا در کاسه آردی نوروزی که حقی نوروزی و امو خواردختر آره و خشت باره ای خونه پدرت می آورن، ای خونه برادرات می آورن. ما با در فرزندامون چند دختری که داشتیم 3-4 کس خداش که در طبق ها در روش و روغه و تخم در خونه دخترمون که نوروزی حقی نوروز چه برم میکردیم. انا اونا باز افسری میخستن بچه جو باز دستارخونی نو شرایط که داشتن مثال به همه چشم یک کشتایی دریای اوناشو خرسنده که نو میمن باز از یک دستارخونشون از سخت باز میگرفتن باز خرسنده که نو میرفتن بچه جو. انا نوروز همه نو باید دختران در این روز ارد میگرفتن، یعنی همین ارد گرفته در یک کاسگی ارد میگرفتن میرفتن در 3 روز در یک خونه جمع میشتن خرسندی میکردن
وای میکردن و همدیگر مردم حتما شیرینی و سفیدی تقدیم میکردن. هیچ نباشد یک قنفت هم باشد یا یک دستگل هم باشد تقسیم میکردن و تبریک میکردن، مبارکباد میکردن. نوروز جاگه نه اینجاست، اینجاست. همین هفته اونجا که در اونجا رفت زنم راست نوروز هفته که در نوروز جاگه است نمیشاخینم. اینجا میرم نشینن امروز سهر نوروزه. هم قدیم لایامو همین بابی کلم همین کارا که بیده مانی پیش نوی نشونه در آدم هم ناخو سر میگرن، ناخو پشتی پا، خرک، کارافسو، لینگ انا چی غنج که شغشته شغارا پشته از ما خلاص گرم شغب قن پشتمی زنوی بامه آرد دامه از ما قد خیرمه. این نوروزجوگه نشانه افتاب است. این افتاب همونجا که رفت اون پیش فرض کردیم برای کلندر نبود و این خیلی چیزها نبود، روز و ماه و سال با افتاب قطعی معاین میکردن. در خانه دریچه داشت، از بالای دریچه افتاب میرفت، بعد همون لیوانده خط میکشیدن چند همون خط آخرین نقطه آخرین شبی روزی نوروز گذاشتم. عادتا وای میگفتن 18 مرد بابایان ما 18 مرد وای میکردن. نوروز بیا که کهنه نابود شود، دنیای جوانی بستری جود شوده. خورشیدی کهنسار از فیض بهار، از اوج فلک زینو تولد شوده. از اوج فلک زینو تولد شوده. نوروز خجسته پی به درواز آمد، نوروز خجسته پی به درواز آمد، با بوی خوش و یاری هم آواز آمد، با بوی خوش و یاری هم آواز آمد. نوروز عجم بر وطنم باز آمد، بر گلشن به خزانی من ساز آمد. خیزه خوابی ناز ای سر و سمن، مرغی دلی من زینو به پرواز آمد، مرغی دلی من زینو به پرواز آمد. نوروز خجسته پی به درواز آمد، نوروز خجسته پی به درواز آمد، با بوی خوش و یاری هم آواز آمد، با بوی خوش و یاری هم آواز آمد. نوروز کهن بر مهنم باز آمد، با غلغله و شور و شر و راز آمد. ای هموطنان بیا رویم سیر چمن، بر سیر چمن شهم سرافراز آمد، بر سیر چمن شهم سرافراز آمد. نوروز خجسته پی به درواز آمد، نوروز خجسته پی به درواز آمد، با بوی خوش و یاری هم آواز آمد، با بوی خوش و یاری هم آواز آمد. بر دشت و دمن لاله درواز آمد، گلهای چمن بر شکنم باز آمد. بر گوش فلک رسید پیغام بهار، بزمی طرب و صوت و نی و ساز آمد، بزم و طرب و صوت و نی و ساز آمد. نوروز خجسته پی به درواز آمد، نوروز خجسته پی به درواز آمد،
با بوی خوش و یاری هم آواز آمد با بوی خوش و یاری هم آواز آمد با بوی خوش و یاری هم آواز آمد پگاهی بر وقت همه امی قشلاق خیلی سال از قشلاق شرگاوت اشکه و اینلوند از قلقم همه میان در چند محله امی قشلاق دوخی بار میگویم بچه ها جو ساحتی دیشی هم الانگای علاوه میزنیم به سبب چی؟ به سبب سرجهمی که خداوند تا سال گرم تا سرجهم باشیم و بالای علاوه میپریم می دوخی بار فهمی بچه جو دوخی بارم نزنی پشه بهارم نگزی این معناش چی؟ خداوند درد کسل نیاره درد کسل رنج گم کنه از وطن دایی مردم تینج آسوده باشند آتش و هر معنی اینا قبول می‌کنه. آتش یک واسطه است که پخته شوی همه پخته شوی که از آتش است این مقدس است و به همین خاطر یک رمزی آتش پخته شوی آدمی زاده که همین آدم باید در همین نوروز پخته شود این به او خاطر است و آنی که از بالاش میپرند چیزی که در دل داشتن چیزی که خصلت‌های بد داشتن اونا سوخته شوند و این نوروز که تازه شود پاک شود در گرد گلخان تا صبح خرد و بزرگ دهه سرود میخوانند خوشی و خرسندی مینمایند و هنگام جهیدن از بالای آتش دخی بارم نزنه پشه بهارم نزنه یا اینکه سرخی تو از من و زردی من از تو گفته میجهند با انجام این کار امید آن را دارند که تمام سال از رنج و کلفت و درد و غم دور باشند. وقتی که نوروز می شود تمام عالم میشکفد و شکوفایی گل طبیعت که می بینیم همه نو به دنیا آمدن وقتی که عالم شکفت باید هر یک انسانم نوروز کنه یعنی معنی نوروز اون است که نوروز کردن آدم رنگی همی طبیعت بشکفد یعنی گل خیلی که تر تازه هست آدم هم تر تازه شود از حساب چی؟ از حساب دل در دلش یگان شک شبهه در دلش یگان کینه و بغض یگان چیز نماند اما روز نوروز هر کسی و کسی کینه داشته باشد بخشیده می شود کسی که همی کار کرد نوروز کرد شب برویج همون شب برویج میگویم کلمه برویج همین کلمه همون شب اول نوروزه شب برویج میگویم هر یک ایده باشد هر یک روز اول شه برویج میگویم در این قشلاق علاوه پرک حتما در شب برویج گلخان آتش میافروختند بعد گرد همون آتش دور میزدند سرخی روی زردی روی هم را بگید سرخی روی را بده شعر میخوندند از بالا میپریدند گویا که همه گناهانشون در همون بالای علاوه قطعی که پریدند میریزد و خود را پاکیزه میکردند خب پاکیزگی اومن از خاندانشون سر میشه پیش از نوروز پیش از سوی برویج حتما همه حولی و کوچه و همه جا را روبچین میکردن لباس ها در خانه تخت خوابی داشتگیشون برآورده تکان میکردن اونها را نه آفتاب زیر آفتاب میموندن بعد میدر آوردن ولی علامه پرنده دیگر اما خرسندی میکردن حالا که آبادی الواری نبود که خداوندی تا دولت آباد بوده تا پریزیدنتی بلسود نم تری میکردیم بجایی اما تازگی آبادی سمنک بپختیم در همطور تقسیم آل سمنک پذیر ما مردم کم کردیم انا در کاسا سمنک میشونی آلشون دیم نمزایشیم خرسندی و چجور نم تری نوروز همه نو
بعد از آنکه صبح دمید مردم بعد صبحانه به عنعنه دیگر تخم گذرانی شروع می نمایند. مردم دهه به یکدیگر اساساً پسر به پدر یا برادر به برادر تخم هدیه می کنند. اما بای پیش میره گذروندنی. اما مرک یا گید زنکا و اما گرا که من که پیرم در می محله آدم یا هم رفته بخدم ما میشه پدم اما پیشی من مرک زنک اما تبریکی نوروزه. انا بچه جو اما هم قدیم الحیام هم طرفم داشتیم. بایم مای کلوتره بایم مای آدم های پیره تخم میگذروندی خرسندی میکری. او نوروز بچه جو یک نوروزی نبود که لاقی نو بپوش تو خونه را ببرا تو دستار خوب. نوروز اگر در یک سال و یک انسانی که تو دماغ سوختگی میبود تو روزی نوروز میگرفتی کلچه میگرفتی ارزق میگرفتی تخم میگرفتی تو نه میرفتی بخشش طلب میکردی و میگفتی که اگه ببخش که تا خبرشیم خطا کردم من وقت دماغ سوخته بوم من ببخش. او یک تازه خونن او تمامی وجود تا تازه میکردی بچه جون. اینا نارنگر میکنیم فطیر میکنیم میبریم این فطیر خطین و شیرجوش میکنیم. نون فطیر میده میکنیم در طبق شیر میریزیم اینا دست قاشق قطی میده میکنیم میدهش میکنیم و در طبقه کلان چیزش میکنیم تیارش میکنیم موبین چیز میکنیم یک کوسه چیز روغن در چیش میمونیم موبین طبق ده میمونیم شیرجوش تیار میشه حاضر نون میبندیم شیرجوش هم تیار میکنیم.
دانه میده میکنیم میده شروع میکنیم دخترها بگیرین اونا را میده شروع کنه میده شو کنه ریزه میده شو کنه. شیرجوشی با این نام خوراک معروف است در منطقه درواز که بیشتر در فصل بهار با استفاده از روغن و شیر آماده می گردد. شیرجوشی خوراک مجازش گرم بوده در اکثر منطقه های کوهستانی کشور مردم در ایام بهاران قریب هر روز آن را تیار می کنند. ولی به آدمای حاضره رو میگن اینا چه اوقاتن؟ نه که اگر این بگوی که در شیر روغن چه اوقات خطا میکنی. ای باید پیشی همی اوقات همی شیر روغن شیرجوش همی کلوب رفتم نه مهمونی خونه دخترم کلوب رفتم بعد کرتو میکنن او کرتوشو رنگی روغن جوشی مو شیر جوشی نه روغن جوشی بعد همی خیل نون میده میکنن کرتوونده چی میکنن رنگی همی شیر جوشی بود نه که اونو دیگر خیلش میکنن بعد همی روغن داغ میکنن موبند داشت میریزن گرد با گردش میریزن میگه بخری عجایب شروع فورستم امرو کرتوهای کلوبیا فورستم دیگه اومد در خونه کردم گفتم دخترها بخری بچه ها بخری ای کلوب بیاد گرفتم شکرانه های شکرانه علاوه دیگه بدو شیرا را پس اینا ما نانا را میده کریم حال میاریم شو نون در شیر میدوزیم این ورمی قاشقی باباگی رو میکنیم و در شیر تگرو میکنیم بعد در طبق میبرداریمش. روغن جوشی در یک دیگ بغاز نون و کروتا و در یک نمز طبق کتا تپش مینش غار که 2 کیلو روغن در دونز بریز 20 کس باشه گردی همه نالتا که در می سر را بخوا روغن جوشی نومش شهر نوروز روغن جوشی میکن شیرجوش میکرن شیرجوش میدونی بچه جو نون میخیلین زنک های شنو نون را غوص میخیلین 5-6 زنک جمعشین خور میکرن حالا یک طبق نبو یک نونی گرم ده خور میکرن در طبق شیر میریختند میغوجی اینجاش آستین میکشی سابی میکرن میغوجی نون خور میکرد در شیر بعد بچه شیری باز روغن داغ میکرد اون دروش نیتا چقرچه میکرد بچه جون نیتا گن میکرد دروشک و منجک زنک های ترین منجک میکرند روغن داغ میکرد بچه شیری و امی که میره قرستی روغن با در خونه استانه میشتی شیرجوش ما تیار شد روغن بیاره تا بریزیمش در موبین شیرجوش ما در روزه هم شیرجوش در بهار بسیار میخوریم صاحب خودی با مزه آدم بقورت میگیره افقاتی خوبه روغن بیاره تا بریزیمش شیرجوش ما با مزه گره بیارش
نه در مباش را بریزیمی اجازه است کنم انا شوجوشی موتیارشی نوروزتون مبارک جنباندنی تو زیبی تماشا دارم رقصی تو به خود هزار دنیا دارم ای کرتا چکن جیلوه نما پیشی نظر هر جیلوه تو زبانی گویا دارم بیا قرصک بیزنم تو رقصی جانا نکنی مرا دیوا نکنی مرا دیوانم با ایشا و ناز در دیلکم خوا نکنی مرا دیوا نکنی مرا دیوانم با چشم سیاه در دیلکم خوا نکنی مرا دیوا نکنی مرا دیوانم بیا ای جانی شیرین بوسه زنم ای لبکان بیا من شانه زنم تاری به تاری زلفکان بیا در صحنه بیرق صحنه زبی تو دارده بیا این دیلکی من به تو قرار ندارده بیا قرصک بیزنم تو رقصی جانا نکنی مرا دیوا نکنی مرا دیوانم با ایشا و ناز در دیلکم خوا نکنی مرا دیوا نکنی مرا دیوانم با چشم سیاه در دیلکم خوا نکنی مرا دیوا نکنی مرا دیوانم جانم لای 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 دیلم کبابای دو چشمی دیل برم مستی شرابای جانم لای 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 دیلم کبابای دو چشمی دیل برم مستی شرابای آی رو باب است و کباب است آی رو باب است و کباب است دو چشمی دیل برم مستی شراب است دو چشمی دیل برم مستی شراب است دو چشمی دیل برم مستی شرابای جانم لای 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 دیلم کبابای دو چشمی دیل برم مستی شرابای آی رو باب است و کباب است آی رو باب است و کباب است دو چشمی دیل برم مستی شراب است دو چشمی دیل برم مستی شراب است دو چشمی دیل برم مستی شراب است نوروز و دبدبه که خرسندی آبادی و تن خدارش که دیگه که خیلی آبادیم بارا کلا خدا متوی بیچی دولت بیچی بیلت دیگه نیستیم تاجیکستانی آباد گلگلشکانه که همه شرایط هم مهیا پریزیدنت هم خیلی دل سوز زده چه جور همه شرایط هم مهیا که هم خیلی پیوا خرسندی که و گوشتگیری که و
تخما در دست خونه خلیفه پیشیم می کلان سالان بره خرسندی و آبادی وطن خدا را شکونه وطن آباد نوی پریزیدنت غمخوار دلسوز که مردم خیلی غمخواری کرده ما پیرا را حرمت احترام و چه جوه خیلی جا از این دخته تاجیکستانی جو هم در آباد گلگلشکانشی است که پرواز کفیگه نداریم. باعث افتخار است که امروز ما میتونیم بگوییم که تاجیکستان ما وطن نوروز است، چون از تاجیکستان حوزه نوروز بسیج شده ایستاده است. همه گردی سر می بافتن. او نیست که تمه داری نداری یکو کوکلکی گه با دراز میکنیم که در پسی پش وزیب تا این بکوای بچه جو نبود که تایخ شده که پپلین چت شایای ردی مثال یک بعضی دارندش اطلس یا گربشین. هر کی همی محله دخترها های میگرفتن بعد میرفتی ای شافیارای که از این آبو چی می آورند کم می آورند بنده دراز داشتن بچه جو میگرفتی در رختای بلند های هم میداختی و بعد سوار میشی در های بعد میگفتن که کی های خب چی کشی میتونه های کشی بعد همی های تیک میکردی و خطا نغمه و جوک ها قدی تنه نه که بر زیبون راستش و زیبون بچه ای دخترها تاوه گیر های میرفتن بعد در همی های میگفتی که در یک دستم خارای در یک دستم رومالای در گوشای اکم بیارام بابم خوبرام های میرفتی بچه ای جو دیگه خرسندی و خرپکه میکرند او پشت اسب آمد و بزکشی میکرند یک کس که گلک ترک میکرد امی چند دسته که در امی آگید و هم مسوار در خونه نما بواد نواد بیا بزبته میرفتم در مورد جای کال مکتب هستن انا جای بزکشی هم جا بود یک سنگ خبم تا جای حال جاگه بزن حال که هم جا باید 3 بار شای داشت بزن میرسن بای خونه ممره که بزن حال کرده که اما بزکشی هم مثل هرچه در خونه مثال اما کونیم تا باده که بزکشیم در خونه اون اما مردک ها بزکشیم اما در خونه اون اما بزن با سرجهمک بخیر خرسندی که بود انا بچه اون نیتر از ما بود در این اوگید نده انانه همین بود که فرض کردیم در همین عرفه نوروز شب نوروز مثال فاتحه کنی می رفتن عروسی دی. اگر کدام عائله که فرض کردیم مناقشه داشته مثال کار کرده رفته بدن یا دوری بدن خفه بدن اینها را مردم رفته آشتی میدادن در این روز بازوی باشی هم گوشتنگیری میکردن بازوی و پسکشی میکردن مثال اسب وقتی اسب داشتن اسب دوانی میکردن تا حتی وقتی اسب ها گمشتن خر در قشلاق در حخرا وای میکردن در یک جای بلندی از پایان به بالا حرکت کردن دویدن اینا مسابقه میکردن همه این بازی رو تشکیل میکردن. وطن دی بوی خوشت مست شدم زی خاک کوی تو من هست شدم وطن دی بوی خوشت مست شدم زی خاک کوی تو من هست شدم چو طفل جانی بی مادر همیشه در دراز دست شدم دست
دست شدم شو طفل جان بی مادر همیشه دراز دست شدم دست شدم دراز شدم دست شدم. بر روز نیک تو من کودکان خندیدم بر روز سخت تو من پست شدم زی درد و داغ تو ای جان در این سپید دمان چو در شکست شدم شست شدم. حدیث عشق من و تو عجیب و طولانیست که پای بندی سری زلفت از الست شدم. حدیث عشق من و تو عجیب و طولانیست که پای بندی سری زلفت از الست شدم. وطن بوی خوشت مست شدم. زبان با وصف تو لال و حدیث نیم کاله وطن بوی خوشت مست شدم. زبان با وصف تو لال و حدیث نیم کاله وطن بوی خوشت مست شدم. وطن بوی خوشت مست شدم. زی خاک توی تو من هست شدم. از معلومات گردآورده مردمشناسان و مورخان و پژوهش‌های محققان فولکلور برمی‌آید که در جشن نوروز و آیین‌ها و سنت‌های مربوط آن رنگ سفید اهمیتی بیشتر داشته است. مردم تاجیک در گذشته رنگ سفید را همچون رمز پاکی و بیالایشی، صلح و آسایشتگی، آسمان صاف و گشایش کار شماریده در انتخاب غذا و اشیا و لباس و آرایش خانه به آن افضلیت می‌دادند. نیاگان تاجیک کوشش می‌نمودند که هرچی بیشتر این رنگ در ایام نوروز به نظرها رسد. مثلا هنگام تحویل سال لباس‌های سفید به بر می‌کردند. در روی سفره نوروزی شکر، شیر، ماست و خوراک‌های از شیر و برنج تهیه شده می‌گذاشتند. از گوشت جانوران اساساً مرغ و ماهی را روی دسترخوان می‌ماندند که سفید رنگ هستند. در این سفره ایدانه اینچنین سیب و سیر و سنجید هم جایگیر می‌شدند که درونشان سفید می‌باشد. خوش آمدی نوروز بر ملک خلقی فیروز. ما انتظار بودیم دل بیقرار بودیم در راهی آمدی ته با چشم چار بودیم. خوش آمدی نوروز بر ملک خلقی فیروز. در هر کدام خانه خندان خرمانه گیرند پیشوازت با رقص با ترانه. خوش آمدی نوروز بر ملک خلقی فیروز. بوی جوی مولیان آید همه یا دیاری مهربان آید همه بوی جوی مولیان آید همه یا دیاری مهربان آید همه های او زیر پایم پر میان
یاد یاری مهربان آید همه آید همه بوی جوی مولیان آید همه آید همه یاد یاری مهربان آید همه آید همه هم سری خود را به پای دوش جان را فدا کنیم کیسه جان فدای دوش برخیستانیم سری خود را به پای دوش جان را فدا کنیم کیسه جان فدای دوش در دوستی ملاحظه مرگ و زیست در دوستی ملاحظه مرگ و زیست دشمن به هر کسی که نمیرد برای دوست دشمن به هر کسی که نمیرد برای دوست آشاکی غیر دوست کند یا به چشم من دیدن نمیتوان دیگر را به جای دوست آشاکی غیر دوست کند یا به چشم من دیدن نمیتوان دیگر را به جای دوست برخیزانیم سری خود را به پای دوست جان را فدا کنیم کیسه جان فدای دوست برخیستانیم سری خود را به پای دوست جان را فدا کنیم کیسه جان فدای دوست در دوستی ملاحظه مرگ و زیست در دوستی ملاحظه مرگ و زیست دشمن به هر کسی که نمیرد برای دوست دشمن به هر کسی که نمیرد برای دوست از دوست هر جفا کی رسد جای مینت است زیرا کی نیست جفا چون وفای دوست از دوست هر جفا کی رسد جای مینت است زیرا کی نیست جفا چون وفای دوست برخیزانیم سری خود را به پای دوست جان را فدا کنیم کیسه جان فدای دوست برخیستانیم سری خود را به پای دوست جان را فدا کنیم کیسه جان فدای دوست در دوستی ملاحظه مرگ و زیست در دوستی